دکتر پدر در استانبول یگان رفیق افسر داشتند؟ البته پدرم خودشون افسر بودند. خونه همون در استانبول است. یگان رفیقشون در اینجا افسری کرده است؟ چرا اینها را از من میپرسید؟ کار تو چی؟ تو به سوالهای ما جواب ده. جواب ده. اکا ایلتیماس آرام شوید. آرام شوید اکا. آرام شوید. چرا میپرسیم؟ زیرا که زلال از پس پدرت دویده میگشت. میدونیم که در بینشون یگان سیره بود. بین پدرم و خانم زلال چی بوده میتواند؟ توبه گویا که نمیدانست. اکا یک دم صبر کنید. دکتر گپ در سر آن که زلال در وقت از پسرش برات رو از ما گریزانده و قماندانی که در اینجا خدمت میکرد داده است. شما فکر میکنید که پدرم و قماندان رو میشناسد؟ فکر کردیم که شاید میشناخته باشه. دوستان زیادی پدری رحمتیم رو میدونم که در اینجا و دیگر جایها ادای وظیفه کرده. یعنی در کجا بودن برات رو نگفته بود؟ پدرم در خصوص خانم زلال چیزی نگفتند. اگر یگان معلوماتی میداشتند با من میگفتند. یعنی تو هیچ چیزی رو نمیدونی؟ نه نمیدونم. خاین اگر داند هم نمیگوید. رفته آنها باز چی میخواهند؟ چی میشد؟ باز از پس خانم زلال سرگردانند. خودش تنها بیچاره چی میخورد چی مینوشد. خوراکم را پیشم نگردگیست. آدمی کلان شده است. خواهش و شوقش را من ندانم و من بیگانه است. هیچ گپ نی. باز همه او پسری من است. زلال خدایا مرا از این ها نجات ده. زلال باز چی میخواهید حامید؟ این چی خلزنی بیشرم بوده است. حالا هم میپرسد. توبه شما برات گفته عقلتون بخورده. برات مرد. پسری من مرد. فهمیده؟ دیگر از پسم نکرده. زلال پنهان کردن از بفایده. برات نمرده است. پسرت رو از ما گریزانده و یک قماندان دادنت را میدانیم. کنی گفت زنید. این را به شما کی گفت؟ عزیز گفت. دامادت عزیز. کی عزیز؟ عزیز دروغ گفته است. زلال ما حقیقت را فهمیدیم. برای چی از پس پدر دکتر میگشتی معلوم شد. بعد 2 ساعت مهلت. یا جایی برات را میگویی یا خانه و درت را چپه میکنیم. چیز صد راهی ما شده نمیتواند. این را فراموش نکن. رفتیم اکا؟ رفتیم. با فکرم با خدیجه گل زدنم را شنیده است. عزیزی بی ناموس. جنابا من گفتنیم را گفتم. کمی سراسی من باید روم. ما در گپ همان می ایستیم عزیز. پل در خانه است. از پسمان بیا. رفتیم. یک چند دروغ نمیرسند دیلو. شاید در انبار باشد آقای طاهر. آنها رو آورده میتوانید. شما حالا هم درباره همان کودک دهه ورگینیس فکر میکنید؟ بله دیلو. میدونید شما رو هیچ نمیفهمم. جناب صبور شما رو پیش کرد. با وجود اون شما درباره فرزند او فکر میکنید. جناب صبور شاید شخصی بفهم باشند، اما کودک گناهی ندارد. کودک رو بچه اول رسوندنی بیماری رو میدونند دیلو. اگر در حال مقابلیت نشانه دهیم به نتیجه جدی آورده میرساند. واه بایرام، واه پسرکم، مادرکت قربانه.
در آتش سوخته ایستاده است. احوال کودک خوب نیست جناب. بله زکار، احوال خیلی بد است. کودک هیچ به خود نمی آید. جناب سبا اجازه دید رفته دکتر را از دهه آبی کلان زودتر بیارم. دکتر ترک است و پسرم دست نمی رسوند. کسی از اون مدد خواهد خواهید است. این خیل نگوید جناب، ویرم حیف می شود. پسری یگانه تو. جناب من اولاد و اجدادی این دکتر را فهمم. شاید که او ترک نباشد. میلش رفته فهم. شاید که او ترک نباشد. میلش جناب. گوش کن زکا. لبای جناب. اگر دکتر ترک باشد دان که از این دار نمی داراید. میلش جناب. شهر انسان یک رو است. کودک میمیرد او در چه خیال است؟ ترک است، کرد است، فرقشی. چیزهای گفته‌تان را آوردم آقای طاهر. نشین دیلو. این دروها برای زینبند. میخواهید که این رو به زینب توصیه خودم هست گفته دهم؟ بله. شما همیشه فکر زینب رو میکنید. او رو از پیشتر دیده زیاد فکر میکنم. زینب دردش رو معلوم نمیکند، اما رنجهایش رو میدونم. این دروها کمی هم باشد دردش رو کمتر میکند دیلو. به نزد زینب میروی دیلو؟ میروم آقای دکتر. برای او باز چیکار کرده میتوانیم؟ چنانی که پیشتر گفته بودم، زینب آخرین درجه بیماری رو از سر میگذراند. با زینب چی میشود آقای دکتر؟ خوش بچه ها کنی این سال رو که حل میکنن. کنی تو بهرام یا اینکه شر میداری؟ اگر حل کردن نتوانی هیچ گپ نی من به تو باز میفهمونم. میلش کنی بهرام سرت رو بردار. آفرین ان همین طور. کنی تو برو مرود. میلش معلمه 7 جمع 4 11 2 جمع 1 3 یکی دریا 41. آفرین جانم. 7 جمع 4 11 2 جمع 1 3 یکی دریا 4 41 23. بیایید خاله جان، بیایید. چی مشکلی دارید خاله جان؟ دلم بدشیه. بیایید خاله جان، مرحمت شینید. از نخوشن از نمرد. اوه بابا ساجیم پره. خاله جان آخر من شما رو نمیفهمم. شما شینید حاضر من میآیم. میلش حاضر میآیم. برادر یک لحظه با من نگاه برادر. با تو میگویم برادر، یک بیمار دارم، ترکی رو نمیدونه، ترجمه میکنی؟ فهمیدم جورا جان، باز هم سلامت باشی. آقای دکتر، مرا شناختی آقای دکتر؟ تو خیشی سربازی مجروح نیستی؟ درست، مرا امک زیکا فرستاد. تو را بدی همان جغ میزند، پسری جناب بیمار شده بیا.
میرویم، اما تو باید اول با من کمک کنی. بیا. چه کمک؟ بیا. کنی پرس کجایش درد میکند؟ خدا رو دادشیه سکمتشیه معلوم لحظه که به دکتر دردش کم و دلش به حضور میشود. پرس که امروز چی خورده است؟ بگیرم چی خورد؟ کمار خورم دکتر، کمار خورم. زنبور خورده است. شاید زنبروخی زهرناک خورده است. سکمتشیه زنبروخ اینجا زهرناکند، همین خیلی نه زهرناک نیست. این زن فرق نکرده است. ولی یاردم که دلو من به نزد تو رفتنی بودم. بخیر است. علی تو رفتن گیر من می آیم. چه واقعه دلو؟ بعضی داروها رو پیدا کردم. باوری دارم که به تو فایده می آورد. من باوری ندارم. خودت رو ناامید نکن زینب. به خاطر من اینها رو استعمال کن. هیچ نباشد دردت رو سبک می کنند. طاهر چه حال دارد؟ خوب است؟ از برای خانم روبیه غمگین و خواطر است. لیکن پس از آن که تو به نزدش رفته بخشش پرسیدی بهتر شده است. گفته تو رو اجرا کردم. نقص کردی. میدانی دیلا عشق من آینده ندارد. رو افتاده نشو زینب. امیدت رو از دست نده. چه حال دارید خالای زلال؟ تشکر دیلا خوبه. روز بخیر خالای زلال. چرا با من این خیلی نگاه کردند؟ شاید برای دعوای پدرت باشد. نمیدونم دیلا. این مسئله پیشتر هم بود. به فکرم این یگان سبب دیگری دارد. از پسرم دور کرد. تو دختری به شاگه هایی سری پسرم را میخوری. با اون نزدیک نشو. از پسش نگرد. یعنی برات را به یک افسر داده است؟ بله عیناً همین خیلی است بابا ابراهیم. پسرم مرده است گفته هممان را فریب داد. زنی که محافظتش میکرده دروغگوی است بابا ابراهیم. آن زنی به شرم هممان را فریب داده است. مرا جیغ زده بابا ابراهیم. گذشتش این دخترم. گفتون را گوید بابا من روم. با این ظالم ها در یک جا نمی ایستم. نگاه کنید او چه میگوید. چندین سال می شود که به مردم دروغ میگوید. گویا دروغ را ما بافته باشیم. باز ما را ظالم میگوید. عصبی شدن لازم نیست رافع. اینها میگویند که برات را در خودش به دست یک افسر داده ای زلال. این راست است؟ کسی که این را گفته است دروغگوی است. تهمت چی است بابا ابراهیم؟ میدونی کی گفته است؟ میدونی؟ شوهر دخترت خطیچه گفته است. این کار نکن زلال. ما زنده بودنی برات را میدونه. مادامی که زنده بودنش را میدونید کابید و او را یابید. میابیم البته میابیم. منم میبینی. بابا ابراهیم به این زنی دروغگو باور نکنید. زلال دخترم اگر این راست باشد. نه بابا ابراهیم کودک مرده است. این زن یک رو است. جایی برات را نمیگوید. من راهی به گپ در آوردن او را میدانم. خیلی را به گپ میدرارد. تو کمی صبر کن. خودت میبینی که چه خیلی او را به گپ میدرارم. به خدا که دیر کردیم دکتر. زیکا ما را انتظار است. دمو رو در این احوال پرتوفته نمیتوانیم. حاضر همشیره میآید. من آمدم آقای طاهر. بیا دیلو. تو در بیرون انتظار شو. حاضر میآیم. مایلش دکتر. از حال بیمار خبردار شو. چه درد دارد؟ زهرالودشوی خوراک. بعد از 2 ساعت همین که دارو تمام شد او رو به خانه‌اش میبریم. خوب شده است.
доруҳо ро ба Зайнаб додӣ? бале, додам. шумо ба куҷо меравед? ба деҳаи варгӣ нез меравам. он деҳа ба силоҳдорон наздик аст. барои шумо шояд хатарнок бошад. ҳаёти кӯдак зери хатар аст. барои рафтан маҷбурам, Дило. агар мабодо силоҳ ба дастон ба он ҷо омада, шуморо бинанд чӣ? ҳеҷ чиз намешавад. ای خدا، این دختر کجا شده؟ او در اینجا چیکار میکنند؟ سلام بچه‌ها. یعنی بچه‌ها روید از اینجا زودتر. محمد، در اینجا چیکار میکنی؟ دیها را تماشا دارم امکی زکو. هوا تاریک نشده، تو به خانه رو. خوراک تیار. مالش امکی زکو. زکو. لبای جناب. جوانی که دخترت رو داده همین است؟ بله، همین است. جناب پسری خوب است. محمد رو برادرش میداند. پدری دختر توی خودت میدونی. اما دونستم اون هر کی دخترش رو به ترک دهد در این خاک برای او جای نیست. انا به سرت بلا هم اومد. اکنون من چیکار میکنم؟ نزدیکی روم. در این بیوقتی در کجا بوده؟ برای گرم شدن هیزم آورده مادر جون. پسرم، در این روزی زمستان به پای افزا گشتن ممکن نیست. تو به مکتب نرو بهرام. نرود، معلم به تخته صنف میخزاند. اکم باشد نمیبراید. با این احوال رفتن نمیتوانم مراد. معلم پایلوچ بودنم رو میفهمم. به مکتب نرو پسرم. پدر، همه به مکتب میروند. من دکتر شدن میخواهم. معلم گفتن که تو نخوانی دکتر شدن نمیتوانی. همین خیلی مراد. بله، خوراک هم تیار شد. 2 روز میشود که خوراکی گرم نخورده. بیایید بچه‌ها، بیایید. با کجا؟ من نمیخورم. پسرم خوراکی گرم است. نه مادر جان، من نمیخورم. گرسنه نیستم، شما خورید. کم است گفته کودک نخور. مادرت قربانه. با این ناتوانیم چیکار کنم؟ از دستم هیچ چیز نمیآید. به همش همون مینگو نکار. ما رو بدبخت کرد. پایم رو بریدند. خانه ویران شد. احوالمون به همه معلوم است. قشاق شدیم. با یک برده نان زار شدیم. به همینش هم شکر. صحت موندی. اگر میمردی چی؟ آنهایی رو که مینه رو در آنجا موندن خدا جزایشون رو دهد. غیر از پاره کسی که براید با او 2 روز اجازه داده می شود. به شوخی خیلی خوب می شود. اجازت رو چیکار میکنی؟ از همه خوبش سرحد رو گذشته و راحت خوب کرده در این کفسات گوییتان رو بس کنید. دمتان رو گرفته خوراکتان رو خورید. که چه؟ از طریف که 2 نفر می آید. زود آتش رو خاموش کرده به جایهای خود گذارید. ایست. که چه نپرون، من قاصدم. رمزی مختی رو گوی. ستاره سحر. بیایید. در این نیست پیشم در اینجا چی میکنه؟ من تو جنگاوری نمی آوردم که چه؟ بیا مجده. کنیست؟ برفینیم توی
حتی مادرت اگر تو را بیند نمیشناسد. برفین دیگر نیست. نامی من مژده. شاید در نقطه طبی باشد. با اشتیاقی تام پسرم. تا آمدنش خنک نمی شده کسی انشالله. پسرم برادرم پسرکم پسیدانم در میوان شوین. تشکر شوین. ایست. Sağ olasın. Mehmet Namivani. Zava ve Maliye babu. Babu. Be ağare kume kaçtayı? Na oğul. Mayin dagotiye. Bu ne kingi vere bana babu? Oğul dıdını. Ama bu Çin ağaya ben. Babu. Ben yeti. Çare bittin ne? Mı söz da yemem o. Türkiye'si karışmış. Reişin ova. Hele verem oğul. Verem. چی گپ شد برادر؟ با پدرم یک کار مهمی داریم. خاطر نشه برادر. گوش کن محمد، جناب با این کار راضی نمی شود. این خیلی می شود مگر؟ محمد به جای برادرم است. نمیخواستم کسی از سرباز بودنی محمد با خبر شود. فهمیدی؟ من به دوستم محمد قول دادم و شما شیوین را امیدوار کردید. اما که زیکا بعد گم میزنیم به بالا برا. آقای دکتر خوش آمدید. خوش باشید. عزیز به تو تشکر. به خانه ادرا. خوب شده است. تا بازدید دکتر. سلامت باشید. آقای دکتر، از آمدنتان جناب خبر ندارد. شما را من جل زدم زیرا احوال کودک خیلی وزین. حرارتش بلند است. از حرکت مانده است. بله همین خیل. بیچاره کودک به خود نمی آید. جناب نیستن خانم منیفه؟ اون کس و بیرون بر آمدند. گوش کنید، شما هم خسته شدید. رفته کمی استراحت کنید. من در نزدش می ایستم. مگر این خیلی ممکن است؟ چرا میانگه؟ من مگر بیگانه‌ام؟ کنی خیزید. من در همین جویم. اگر یگان چیز لازم شود جیغ کنید. خوب شده است. جناب نیستند. تریده رو پوشید که کودک شمال نخورد. تو کیستی؟ من دکتر. آقای دکتر شما آمدید. پس در بیرم. بین به تو چی آوردم؟ بگیر بیرم. تشکر. گوش کن، اما که دکتر تو صحت میکند اما با کسی نمیگویی میلش؟ میلش اما که زیکو. قول میدهی؟ قبول میدیم. کن یک دهانت را کشو بینم؟
خانه‌اش نیست. نقطه طبی محکم و نزیبان بیماری رفتگیست. بیچاره عذاب کشیده مهنت میکند. مرا تردید مرا. از من چی میخواهی؟ آخه من پول مال ندارم. با من گوش کن. دخترت برفین در کوه در دستی ماست. اگر جای برات را با بیشاگی ها نگویی دخترت میمیرد. فهمیدی؟ با تو تا صبح مهلت. میرویم. این سوزندارو آقای دکتر. مجبورم بایرم اما درد نمی کند. نه نمیخوام. شما اکنون روید. به شما روید. مرد نباید ترسک شیر بچه. صحت شده دویدن و بازی کردن میخواستی کو؟ اینطور باشد به من باور کن، تو عذاب نمیدیم. مایلش آقای دکتر. شد کنی بیا. ایگو حنیفه بیا گذر. حنیفه زکا بخیر است. تو در اینجا چی میکوبی؟ یا با کدام یگان واقعه رو داده است؟ ینگ خیلی خسته شدند. گفتم که رفته کمی دم گیرند خودم نزد بیرم میشم. چه حال داری شیر بچه؟ جناب حرارت کودک خیلی بلند. به گپم گوش کنید. نامیان دختر را به زبان نگیر. پدر جان حالم خوب نیست. صحت میشوی جانکم، صحت میشوی. من به تو ملهم های نو آوردم. خواهی بیا در خانه هم مینا شو. خواهی تو رو به دیهات برم دکتر. حالی بایرم چی میشود؟ کودک بیچاره حرارت رو برداشت کرده نمیتواند. کاری از دستمان آمده را کردیم. گناه و بالاش در گردن پدرش. بیچاره کودک چی گناه دارد؟ کودک در پیش چشممون میمیرد. شما امشب ما رو مهمان کنید. پگو من باری دیگر با جناب صحبت میکنم. نوری دیده تاجی سر. شما رو مهمان میکنم اما با او گپ زدن بیفایده است. جناب را خوب میشناسم. او خیلی یک رو است. باید یگون چاره داشته باشد. برای رها دادن کودک باید یگون چاره یابیم. چاره نیست. اگر یگون دکتری باشد که کردی را داند جناب راضی میشود؟ میشود، لیکن این خیلی دکتر از کجا میابیم؟ با من کردی را آموزانید. با شما؟ چیزهایی که با جناب باید پگاه گویم تا صبح از خود میکنم. شما کردی را میآموزید، بعد من از این جناب در آمده خودتان را در خطر میگذارید. مگر این خیلی میشود دکتر؟ شما رو هیچ نمیفهمم. خداوند همه ما را انسان آفریده است. مقام و مرتبه انسان با انسان از روی قوم و قبیلش نبوده، از روی انسان بودنش است. کاری میکرده جناب از روی عقل و دانش نیست. با یک کلمه گوییم بی عقلی و ظالمی است. پسرش جون داده ایستاده است، لیکن او نمیفهمم. چی خیلی اینطور میشود نمیفهمم. خدایا میشاگه ها سلاح به دستان را به سرم فرستادم. من چی دور پسرم را به آنها میدیم؟ اگر ندیم آنها دخترم را میکشند. خدا جان بگو چی کار کنم؟ از دو فرزندم چی طور یک تاش را انتخاب کنم؟ من نمیتوانم. خدایا کمک کن. زودتر برابرمی. آن سروغ رو من در اینجا نوشتم. کمیسر با شما کمک میکند، فهمه؟ سلامت باش میسرم.
پسرم این سراغ رو پسرم داده بود. برفی دخترم با او آخران دیدارم بود. جانکم دخترم در کجایی؟ چی کار میکنی؟ مجده رو ندیدی؟ نه ندیدم. مجده در کجاست؟ نمیدونم. مجده در این جای ها نیست. شاید گریخته باشد. و هیچ کجا نمیگریزد. لجام او در دست ما است که چه؟ مواد مخدر است؟ نه، یک داروی نو است. از خارج آوردن. برای اداره کردن معاینه سر کار میکند. مجده براه میبرویم. تو در اینجا چکار میکنی؟ دارو میخواهم که چه به دارو نمیتوانم. از همین؟ بله ده که چه چیزی که گویی میکنم که چه باز با قوتر مجده. باز هم با قوتر. کنی و بالا برو زودتر. کنی گیر. ده که چه ده خواهش میکنم که چه ده با قوتر. مبادا رفته سراغه رو یا بند چی؟ نه، به استانبول نمی روند. در اینجا چی کار میکنی در پایزلو؟ امید رو میکوبم. اگر نباشد شوهرت لازم. هر دویشون هم بر اومده رفتند. به فکرم به نزدیک شو رفتند. فهمیدم. نونگر نمیخوری در پایزلو؟ تشکر گلی، نمیخواهم. خوش آمدید خاله تیلال. چی حال دارید؟ خاله تیلال چی شده است خانم معلمه؟ چی گفتید خانم معلمه؟ رسای آخر با من مثل دشمن رفتار میکنید. سببش رو فهمیده میتوانم. به دختر عاشق بودنت را میدونم خانم معلمه. این احوال به من معقول نیست. نکن، او را بازیچه نکن، او بال است. پدرت را میدانی، عائله شما پابند عرف و عادت است. تو دختری با عقلی. گیرکر امروز اینها رو تو پوش. نه، تو خورد هستی، تو پوش. بیا زود باش مراد. معلمان آمده جایمان را گیره. ما رو در این احوال نبیند. با چنین شکل ما را شناختن زلال غیر امکان است آقای رافع. من از سلاح به دستان گمان کرده سخت است. راست میگوید. بله، همین به خونه من هجوم کرده بودم. چه خیلی که نباشد حالا باید بیاید. خب ماله شما از پس کارتون شود. از اینجا روید. خوب شده است آقا. کنی زود روید.
وای رافی خواهیم معلوم می شود که به من دم گذاشتی. ایسته در اینجا با سینان وا میخوریم. هر دوی شما نوبت دار. اطاعت. که چه اما بازی کردن میخوایی؟ مرحمت بازی کردن گرفت. رفتیم دخترها. رفتیم مجدد تو اما بازی کن. در اینجا چه خیلی بازی میکنیم؟ چی؟ دریا رو نمیبینی؟ در اینجا نمایان آبازی کردن میشود. رفتی مونده بوده ای بیا بازی کن. تنه گو پرواز زودتر باشه. زودتر نشته چه فهمیده. تو هم به این سل حالت ها عادت میکنی مجدد. لویدا پر نه هوش نخوشه لویدا پر نخوشه بره همهاشیوا ایوا بمیره سبوها لویدا پر نخوشه بره همهاشیوا نوایه بمیره سبوها. مونده نباشد آقای دکتر. تشکر محمد بیا. از روی جناب شده سری همه اون در بالا مونده است. این چه خیلی گپ است محمد؟ به شما گپ دارم پدر. چی گفتنت رو میدانم، حاضر وقتش نیست. من یک تنفس کرده چای نوشم، شما صحبت کنید. آقای دکتر را ناراحت کردی محمد؟ نه چه خیلی ناراحت. من کمی تنفس کنم برای من خوب میشود. شب خوبم نبرد پدر. من به محمد وعده دادم که خواهرم شیوین رو به او میدهم. دیگر چاره نیست، اویله دار میشوند. میدانم محمد، تو هم احوالمان را میدانی. جنابی سبا در دیه دامادی ترک را نمیخواهد. من به محمد چی میگم پدر؟ حالا هیچ چیز نگو، وقتی به قسمش برگشت از یادش میبراید، فهمیدی؟ نه پدر، من قول دادم. از قول گشتن به ما نمیزیبد. مگر همین طور میشود؟ باز بیارم اگر زحمت نشود. شیوین لبای وای من روز نیکو رو با محمد مصلحت نکردم و همان پرسم عیب میشود. تو میدونی به تو یکون چیز گفتند؟ نه نمیدونم، با من هم نگفتند. میگویند که کاری خیر رو نباید دیر انجام داد. اگر میدونستم موافق اون اویله‌ام رو خبر میدادم. ها راست میگویید، اما اینش رو پدرم میدونم. مرحمت آقای تویر، بیایید به این طرف گذارید. تشکر محمد. خوش آمدید. چای می نوشید؟ سلامت باشید. اگر یک چای گرم می‌آورید خوب میشد. حاضر میارم. آقای تویر گپ زن محمد. با فکرم در خصوص کاری خیری من و شیوین شنیده. فکر میکنم که یکم مشکلی در بین نیست، همین طور نه؟ ما از جایهای گوناگونیم و فکر شما این کار میشود. برای چی نمیشود است محمد؟ فرهنگ گوناگون، جای گوناگون و قبیله گوناگون داشتن برای یک جای زندگی کردن و اویله دار شدن مانع شدن نمیتواند. از همه مهمش هم دیگر رو قبول کردن و فهمیدن و دوست داشتنتون است. به این هم هرچی در تقدیر هست همان رو میبینی. از تقدیر جای گریز نیست. این پیروهای تقدیر است. خوش کنی بچه ها این مثال رو که حل میکند؟ معلمه این خیلی مشکل است. یعنی یکون نفرتون بر اومده اون رو حل کرده نمیتوانید؟ کسی که این مثال رو حل کرده تواند برای یک تحفه میدهم.
124 تقسیم 2 برابر 62 86 ضرب 3 برابر 258. بهرام تو حل کردن میخواهی؟ کنی بهرام من از تخت سیب برا بهرام تو بیماری؟ نه معلمه بیمار نیستم. چرا تو در درس فعال نیستی بهرام؟ بیماری میگویم نمیگویی؟ اگر یگان مشکلی داشته باشی به من بگوی، من کمک میکنم. گوش کن، اگر همین خل رفتن گیرد مناسبتمون خوب نمیشود، با مادرت شکایت میکنم. بهرام با کجا؟ کنی برگرد، با کجا میروی؟ ایست گفتم. گوش کن، اگر بسی بر نکردی دیگر تو رو به دست راه نمیدهم. هم به درس تیار نیستی و هم باز به سوالهایم جواب نمیدهی. باز خسته میگوریزی. معلمه اکای من طلبه فعال است. او در خانه هم وظیفه های من و هم وظیفه خودش رو تیار میکند. اگر کلان شود معلم شده میتواند. در نزد من اکات رو حمایه نکن. اگر این خیل باشد ممکن خودش گپ زند. مادامی که میداند برای چی به درس جواب نمیدهد. بهرام کنی گپ زن. اکا هم پای افضل ندارد معلمه. ما پول نداریم معلمه. پدرم رو مینه زخمدار کرد. او کار کرده نمیتواند. مرا ببخش بهرام، نمیدونستم. این حادثه کی شد؟ شما در دهه نبوده. راه اکات رو تنها نگذار. راه پگاه به درس بیایید میلش. راه بیا. آقای براد نیستن؟ با من ده. مایلش مگیر. همش همین قدر. آقای براد گفتند که برای تشکیلات سلاح‌های نو میخرند. از همین سبب انداز را زیاد کردند. از این پس باز زیادتر جمع میکنند. خب لیکن مردم دیگه همین قدر خراج میدهند. خراج نه عزیز، انداز. خانه به خانه پول را جمع میکنی. خوب میگویی، اما مردم ندارند. اگر ندهند چی؟ دیگر چاره نیست. اما اندازش را میسپارند. اگر کسی زید براید به جناب سبا خبر ده. این فرمان تشکیلات است. خب من وظیفه‌ام را اجرا میکنم. سن سالتان به جای رسیده است و مثل راهزنها رفتار میکنید. آرام شوید، آبرویتان را پس بکنید. جایی برات را گپ زن میگویم نمیگوید. زنده بودنش را انکار میکند. مرا مجبور کرد. وگرنه من میدانستم که کاری کردم خطا است. چند بار به شما گفتم که برات مرده است. بیهوده سرگردان نشوید. تو خاموش زلال. بگویید که به خانه زنی تنها در آمده او را ترساندن، مگر این از روی مردیگریست؟ حامد رافع زلال را به حالش گذارید. برات مرده است. این موضوع محکم شد. تمام. دانسته باشد سخنی آخرین من همین است. رفتیم دخترم. اکا شما چیکار کردید؟ چیکار کردم؟ کاری نتوانسته تو را کردم. زن را به سخن می در آوردم اما فهمید. اگر نمیفهمید به نزد برات می. اکا به مثل رازنها بزن هجوم کردن ما نمیزیبد. پس هیچ چیز لازم نبوده است. برای رفتن برات راه دیگری هست. میبینید چطور او را میابم. جناب به بیرون برآمد دکتر. من انتظار میشوم. انتظار میشویم. کنی به سرمان چی ها می آمده باشد؟ اگر خواهید انتظار نمیشویم. حالا که جناب نیست به کودک درو میگذارونم. خدا نگه دارد. توبه گویید. یک مراتب سنجیدیم. دل من دیگر تاب آورده نمیتواند. مادرش هم در رأس کودک است. انتظار میشویم. آمدنش رو انتظار میشویم.
سینان میآید. سینان اومده ایستاده. خوش آمده سینو. خوش آمده. سلامت باشه. سلامت باشه. خوش باشه. خوش آمده سینان. سلامت باشه. خوش باشه کچه. چه حال داری ببین؟ خوبم کچه. خوبم. این برفی نیمان نیست مادر؟ نامی من مجده. اوه تماما دیگر شده است ها؟ آفرین به تو. این شالو از تو جنگاوری خوب میسازم. تشکر. سینان چیکار میکنه؟ تشکیلات چی نقشه دارن؟ من تو بدی شما در این نزدیکی یک ده هست. هر چهارمانگاه اونجا میرویم. دیگران اینجا میمانند که چه؟ در همینجا انتظار شده. تا آمدن ما تو سرداری. اطاعت بدی. خب 1000 مژده هم با ما بیاید. کار را بین از زود یاد میگیره. مجده سلاحت را گیر از مرا هم. زود باشید. در اینجا دهه از همه نزدیک ورگینز است. به همونجا میرویم. برای که چه؟ به ورگینز میرویم. ما نزدیک جناب سبا میرویم. بیایید رفتیم. امکی حمزه کارها رو تمام کردم. تشکر دخترم. خدا از تو راضی باشد. به درون دارا. امکی حمزه هر وقتی که کار برآمد گوید میآیم. مایل است دخترم. میرویم. بیایید مادر جان زودتر به خونه رویم. نام پزیم. من گرسنه شدم. به خدا از گرسنگی شکمی من هم درد کرده ایستاده است. تمام بچه ها رفتیم. کارات رو خوب فهمیدی دمیر؟ انا این کاغذی که از رئیس گرفتم شهادت نامه مرگ پدر دکتر است. با این تمام معلومات ها رو درباره او گرفته میتوانم. همین که به استانبول رسیدی اول به شعبه شناسنامه دهی درا. سراغش رو کیفتی آن طرفش آسان میشه. درباره مصطفی خان رفیقان افسرش رو پرس. آنها را کفته یاب. انیق یگان نفرش به فرزندی قبول کرده است. انا همانش برات است. کارت رو خوب فهمیدی؟ فهمیدم آقا. خوب کنی روها سفید باشد. خیر راهی سفید. دمیر اگر پولهای دادم نرسن برای زنگ زن. مایلش آقای امید. کنی از پای کار زودتر. بگذار زلال جایشان نگوید. میبینیم برات را تشکیل میابم. خوب اما برای به استانبول رفتن پول زیاد سر میشه. پول صد قیصر برات را میابیم. باشی از انداز رای گریز نیست. علاج ندارید میدید. به احوال ما نگر. انصاف کن عزیز. برای خراج پول نداریم. ندارمش چیز. چربایت را فروش. زمینت را فروش. آنها برای شما به کار برآمدند. اگر من و تو آنها را نخورانیم که میخورانند. همه چیزمون را فروختیم. راست میگوید. که من آنها را گفتم که به کوی برآیند. خدا آخر خودمون یک لقمه‌مون را به زیر میابیم. به خدا شما را نمیفهمم. تشکیلات برای مردم این سرزمین جان میکند. شما باشید چه میگویید؟ اگر تشکیلات غمی ما را خورد پس برای چی مال و ملکمان را طلب و تاراج میکند؟ دیگر چیکار کنیم؟ پول به شما دهیم و ما چی میماند؟ بس است. گپ نزن. فهمیدم. کمی صبر کنید. وقتش دیر رسید بر سرتان پول میبارد. حالا اعتراض نکنید. پولها را جمع کنید. این خیل نمیشود. شما در اینجا با راحت خواب میکنید. آنها باشن در کو از خانه و در محروم. نمیتونم از احمد تو از جان سیر شده ای. حالا این از خانه و درتان نمیمانید. چی میخوایی تو با؟
تو در اینجا چه میکابی؟ من رفتیم به خانه. راهگر زودتر. انتظار بشویم. جناب میآیم جناب. او در اینجا چکار میکنن؟ جناب او با شما گپ زدن میخواهد. جنابی سبا خواهش میکنم اینجا دادید. کودک رو از اینجا دست کنه. سردهید مرا. کودک بیمار است. سردهید مرا. اشنا رو میگویم. سردهید کودک بیمار است. سردهید. زود باش. جناب چه شده است؟ چه واقعه؟ مردم دیوانه شدند، پول نمیدهند، زیدی تشکیلات برآمدند. دیوان لابای جناب عزیز روید. کسی که به تشکیلات انداز نمیسپارد خانهش را سوزانید. میگوید که همه‌شان را از ده دفع میکنم. با چشم جناب. روید. خوب شده است. رفتیم. زیکو لابای جناب. دیگر این دکتر را در این ده نبینم. دکتر دیدی آخی تو را آگاه کرده بودم. بیرون رفتیم. دکتر تو چیکار میکنی؟ همینجاست. بله. خوش آمده. سلامت باشید. مگر کس با همسایه هاشمی مناسبت میکند؟ من عزیز را مثل فرزندم میدانستم. شما خفه نشوید. به او تشکیلات فشار میبرم. عزیز را نفس گیر کردند. انا خودتون بینید مرا به چه حال آورد. به همش تشکیلات گناهگار است. چهل گناهگار بوده. تشکیلات فرمان میدهد عزیز باشد اجرا میکند. باشه بی خدیجه سلاح به دستان میآیند. خوش آمده جناب. تشکر. سلامت باشید. این دختر با برفینی ما خیلی مونند است. خدیجه و درون نرو. زودتر زود رو و با جناب خبر ده که سینان در ده هست. خوب شد است عزیز. رفتیم. لوویده پر نهوشه براه ماشیوا نوا ادبا سباها. ای دکتر کردی گپ زدم گفته خودت را کرد گمان کردی ها؟ او پسری من است میرد هم با تو دخل ندارد. دست شو از اینجا. جناب سبا با من گوش کنید. پسرتون در پیش چشمتون نمیرد. او بول نیست. گوش کن تو حالا هم گپ میزنی. حیوان اجالت رسیده است. برای چی مثل سگ در گردی من دور میزنی؟ دکتر میرود. جناب سینان در ده هست. ممکن به اینجا بیاید. زود تیاری بینید. خوب شده است. گوش کن دکتر این آخرین آگاهی من است. مهمان های مهم آمدند. از پسی من دیگر نگرد. گم شو از اینجا. بیایید زودتر از اینجا رویم. ها می رویم. خوش آمده. خوش آمده. خوش باشید. خوش باشید. سبا در خانه است. ما را انتظار است. چیکار میکنه دکتر؟ ما رو در خانه پنهان کنه. این خیلی ممکن نیست. رفتیم دکتر. یکا نبای جناب. آمدن سینان را فهمیدی. باز چرا ایستاده ای؟ زودتر تیار شوید. خوب شده جناب حاضر تیار میشویم. اینها رو با من دهید. زودتر بیایید. خوش آمدن. خوش باشید.
سلال خوش آمدید باز آمدیم جناب صبا. کنی خوش آمدید. مرحمت گذارید مرحمت کنید. بابا ابراهیم با خیر است زلال؟ این بیشاگی ها از حد گذرانیدن. آرام شو زلال. آنها باز چکار کردن؟ دمیر را به استانبول فرستادند. میدانم. رئیس همین را گفته بود. برای یافتن برات درباره پدر دختر معلومات جمع کردنی است. گوش کنید بابا ابراهیم، این بیشاگی ها مرا دیوانه میکنند. خونبه ها را بلند میبردارم، لازم آید خانه‌ام را میفروشم. التماس دیگر برات را نکوبند. برات مرده باشه زلال. آنها کی را مییابند؟ هم برات مرده است میگویی و هم برای جستجویشان ضد میبرای دخترم. مادامی که کودک مرده باشد برای چه از پس خونبه ها میگردی زلال؟ با فکرم تو چیزی را پنهان میکنی زلال. من به شما دروغ گفتم بابا. برات زنده است. تو چی ها میگویی دخترم؟ در خوردیش او را پنهانی به یک قماندان داده بودم. تو چی ها میگویی زلال؟ اینقدر سال این سر را چقدر پنهان کردی؟ چی کار کنم بابا؟ خواستم حیات فرزندم رو نجات دهم. بیا کنی اینجا بیا اما کزیکو در اینجا چی واقعیت چی کار میکنند؟ برای تشکیلات انداز جمع میکنند. نسلی سن فرزندان شما آنها را حسدا انداز میگیرند. افسوس ولمانی اشار شدیم. چیز نگاه کردن لازم نیست. استقلال موشدید. بیایید دادر بیایید. حالا این آدمان چی میشود؟ چاره ندارند، انداز را میدهند. این آدمان خودشون رو به سلاح و دستان تسلیم کردند. با جناب شناس شدید. طرفدار تشکیلات است. بسیاری از مردمی دیه طرفدار تشکیلاتند. اینها به سلاح و دستان یاری میدهند. کسی به جناب مقابلیت نشان دهد سزایش همین خل میشود. شما در این احوال محمد را چگونه به خدمت فرستادید؟ دروغ گفتم. سربازان آمده مجبوری بودند گفتم. خانه‌دار شوی محمد و دخترتون خیلی خام است همین طور؟ نمیشود دکتر نمیشود. به اونم سببی در ده ماندن محمد مهمان بودنش است. یعنی پسرم را نجات دادنش. مهمانمون برای ما مهمان از جان هم عزیزتر است. نباشد هم سرباز و هم توپ گفته بر وقت میپراندن. پدر جان زود باشید پدر جان. چه گپ شوین؟ در نزد خونه با محمد هجوم کردن. حاضر او را میکشند. آخر او مهمون است. سردی او مهمان است. سردی بگو سردی محمد سردی پدر جان را نکشند. دودتر پدر جان. از برای خوب هستی محمد؟ خوبم. تو خوب هستی؟ من خوبم. خوب هستی پسرم؟ برادرم چه حال دارد؟ اینش میشود؟ نه اینش نمیشود. بهترین حالش رو جدا کن. همش را بیر. اینش خوب است. زینب میدونستم که بیچاره پایش را در مینا گم کرده است، اما در چنین احوال افتادنش رو چطور نفهمیدیم. همش را مون دخترم. نه پدر جان نه.
میخوام که چطور خوب باشن. من هم میدونستم که احوالشون خوب نیست، لیکن به خدا با این حال افتادنشون رو نمیدونستم، وگرنه اونها رو بینون نمیموندم. سلامت باشید ینگای گلی. این را هم گیر علی. تشکر. ای خانه رو خالی کردی. خدای توبه. امک آنها خیلی فقیرند. در این روز زمستان سباب می شود. میخواهد که رویمون رو گردونده آنها رو نبینیم. به این هم تا این وقت بیخبر موندنمون عیب شد. برای دخترم تشکر. خدا مددگارتون باش. شما هم گرد و اطراف جمع کنید. خیلی زود باشید. بیا دخترم بیا. خوش آمدید بابا ابراهیم. خوش آمدید بابا ابراهیم. خوش باشد آباد باشد. رافع حامد لبی برای با شما گپ زدن آمدم. زلال یک تکلیف داشته است. از من خواهش کرد که میانه رو شوم. چی تکلیف بوده است؟ خونبها را زیاد میکنم. لازم آید حجتهای خونه ام را هم میدهم. این دعوای خونین را محکم کنید. حالا هم دروغ میگویی زلال. خونبها را قبول نمیکنم. براستی برات را یافته میارم. اگر او را نیابم حامد نباشم. بیهوده زیغ نشو زلال. اگر زنده بودنی برات را دانند هم او را یافتن نمیتوانند. کی میداند حاضر رو در کجاست؟ کاش که نیابم. کاش که مرحمت آقای دکتر. تشکر. افسوس میخورم برادر. هیچ گپ نه برادر. چرا ایستادگی؟ برم برا. این کار را همیشه نمیگذارید. من خودم برای بردن محمد اومدن. کسی از جویش نجنبد. در جویتون شنید. شما در همین جا مانید. از خانواده من چی میخواهی؟ از بیت پیسر ادام افسری ترک را. آن جوان مهمانی من است. تا امروز مهمان گفته به اون نزدیک نمی شدید. اکنون چی شده است که بدری من آمدید؟ کنی به من گویید در ما مهمان را خفه کردن ممکن است؟ در ما مهمان عطای خداست. عرف و عادتمان را فراموش کردید مگر؟ تو فهمتان دف شوید. روید دف شوید. این بارا بدری من نمایید. شما هم اگر خواهید به دهاتون برگردید اول رو میبینید. باز اگر با سینان رو برو شوید خوب نمیشود. رفتم باشد میروم. حالا هم کودک را تبابت کردن میخواهید؟ بله. دیگر از دستمون کاری نمی آید. اما که زیکا رفتن آسان است، اما وضعیت بیرام خیلی وزنین است. تا نصف شب طاقت کردن نمیتواند. میخواهید که بمیرد؟ البته نمیخواهم. بیرام در دستم کمام شده است. چون فرزندم با او خوراک دادم. کوشش های من برای همین است. اما دیگر چاره ای ندارم.
من یک نقشه دارم. سینان که از ده می رود. نمیدانم. حالا دسترخوان آراستند، ضیافت دارند. جناب با اشتیایتون بیا نشین. انداز رو آوردم. نشین با ما خورا خور. بیا تشکر. ناراحتتان نمی کنم. بده خوراک هم خوردیم، صحبت میکنیم جنابی سبا. مایل سینان. با رئیسان دههای گذرچه و آبی کلان گپ زنان کنید، با آنها فهمانید، بگذار آن دهها هم به تشکیلات همراه شوند. این خواهشی مرکز است. خوب شده است سینان. بعد از یک چند روز جناب سبا ما با نفرانی زیادتر می آییم. خانه هم را خانه خود دونید. بعضی خانه ها را باید خالی کنیم، همین طور. بله، خانه ها را چون جای نظارت استفاده می کنیم. در بعضی ده ها میان اعضاهای تشکیلات نافهمی ها پیدا شده است. بعضی ها طاقت نکرده گریختن می خواهند. می خواهیم با آنها سپارش داده زیر نظارت نگاه داریم. ما به شما باوری داریم. ده از آن شماست، هرچی خواهد کردن. میدانیم جنابی سبا، میدانیم. مرحمت. تشکر. خوش آمدید. خوش باشید. مرحمت. خوش باشید. مرحمت. خوش باشید. خوش باشید. خوش آمدید. مرحمت، گذارید. راست نیستید. اینها را هم برای شما آوردیم. بیهوده زحمت کشیدید. چه زحمت نکشیدیم دخترم. دیگر به این حال طاقت کرده نمیتوانم. این روز کودک ها از میچی درس کشته آمده، حتی پایم سال هم ندارد. گریه نکنید. کنی بچه ها با اینجا بذارید. کنی اینجا بشین. ببین کدامش که به اندازه پای باشد همون رو انتخاب کن. انا اکنون به نزد تخته سینت برآمده میتوانی بهرام. تشکر زیاد معلمه جان. تشکر به شما. بیا تو رو به نزد دکتر برم بهرام. خدا شما رو به مرادتان رساند. سلامت باشه. تشکر. اگر خانه را میگرفتیم خوب میشد حامد. میگویم تکلیف زلال را قبول میکردیم. اکا شما چه میگویید؟ برات را یابیم چی فایده؟ قاتل پسرم را یافتن، جانش را گرفتن قرضی من است. خون پسرم در راه نمانده است اکا. چندین سال گذشت، کای کهنه را با دادن چی فایده؟ اکا برای چی شما تغییر یافتید؟ در سرتان چی فکرها دارید اکا؟ هیچ چیز. چه گپ شده است که این آدم در حالی وضع شد؟ آنها هیچ نمی روند. انشالله می روند. این کار چه می شود؟ همین که بر اومدند آدمانی نزدی در رو دور کنید. من به داخل در اومده کودک را می دزدم. انشالله یگان مشکلی نمی شود. یگان نفر رو به نزدی همشیره دیلو فرستادن لازم. با او احتیاج دارم. کنی در رو جا نکن. سلام دیلو. خوش آمدی زینب. بخیر است؟ بهرام بیمار شده. کنی؟
ҳарораташ баланд. кани даҳонатро кушо. гулӯят варам кардааст. дар куҷо шамол хӯрдӣ баҳром? оғои тоҳир ҳам нестанд. тоҳир нестанд? ба деҳаи варги нест, ба назди беморе рафтааст. ҳозир барои пас кардани ҳарораташ дору медиҳам. шумо ба дарун дароед. кани ҷонакам. ҳамшира дила шумоед? бале, манам. оғои духтур як хача бароятон фиристодам. аз тоҳир хабар омадааст? бале, мехоҳад ки ин бегоҳ дар нуқтаи тиббӣ бимонам. بخیر از دخترم یگان چیز میخواستی؟ دلم تنگ شد. کمی هوای تازه گیرم. کیسون جان این صدایی بارو وگرنه میپرونم. سینان رفته ایستاده است. تو را انتظارت. در اینجا کسی هست؟ این او دیوانه دیگه است. بی‌ضرر است. در همین جایها آمده خواب میکند. بیا رفتیم. تو را انتظارم. شما به جایهایتان گذارید. مجده کجا گم شدی؟ کمی هوای تازه گرفتم. با دختر این خطر جبر نکن سینان. من سینان رو گسل میکنم. سکا مایلش جناب. مرمد خوش آمدید. خوش آمدید. رای سفید. خوش آمدید. خوش آمدید. با دقت باشید. همه جا را خوب نظارت کنید. با دقت. آقای دکتر، جناب برای گسل سینان رفت. کی بر میگردد؟ اگر تو بیرونی دیه برد دیر بر میگردد. باید در حال به عمل گذاریم. برگردد چی؟ وقت نمانده است. کودک در حالتی ناگوار است. ماینش رفتیم. در درون خوراک تیار است. او رفته خوراک خوریدی بود. جنابی سبا جنگ کنن چی؟ اگر من گویم جناب جنگ نمی کنن. زودتر رو گردید. زودتر. گذارید. باش شود و شما اشتهایتان نوش جانتان. ینگه حنیفه چه واقعا شده مکیزیکو؟ از شما یک خواهش اینجا بیایید. شما را گوش میکنم. بچه ها خوراک خورده ایستادند. اگر باشد از برای ثواب کمی دوغاب میدادید. میلش حاضر تیار میکنم مکیزیکو. خدا از شما راضی باشد. از شما هم.
حجرهش است. صحت میشوی بیرام. بیبار جکا در کجایه؟ филми овозадори қиёми рӯз баъди ҷаҳонгардиҳо баъди ғарбу шарқ аврупо ва осиё аз студияи симо дастрас кунед. қиёми рӯз серҷоизатарин филм дар студияи симо. агар зани мани шоза чӣ кор мекунам? пайроҳаи тақдир филм соли 2011 дар маркази продюсерии симо продакшн аз туркӣ ба тоҷикӣ гардонида шуд.